پس از تنفس تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کاری خود را ادامه داد. مسئله های دیگری روزنامه اجلاسیه انتخاب رئیسان کمیته ها و راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد و انتخاب گردیدند که در این خصوص قرارهای دخلدار قبول گردید. اعضای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده روزنامه ایلوگی اجلاسیه یکم مجلس ملی دعوت هفتم را در رابطه با بررسی یک قطار قانون‌های از جانب مجلس نمایندگان قبول گردیده از جمله سندهای قانونگذاری که جهت پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و پرداختن مبلغ آن تهیه و قبول گردیده‌اند تصدیق نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسیه رئیسان کمیته های مجلس ملی عاید به تأمین اساس های کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت و عاید به اقتصادیات و کمونیکاسیا معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه جانبداری کرده شدند. با همین کار اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به آخر رسید.